سلام بر عکس کانال پارا، خوش اومدید به این ویدیو. همینطور است که از کاور این ویدیو فهمیدید امروز اومدیم یه مشکلی رو رفع کنیم. این رفع برای چیه؟ این بازی GTA سان آندریاس. اگر این بازی GTA چجوری بازی گنگستری که روی موبایل هستن و میتونید مثلا این ماشین رو بازید و اینجور چیزا بازی کنید اینجوری. و ما امروز با GTA سان آندریاس کردیم GTA وی کنیم، چون که GTA وی چون که خیلی بازی سنگینه، راکستار گیم همون شرکت نگرفته این فیلمو چیزش کنه، این بازی رو درستش کنه و نمیتونستش کنه، ولی GTA سان آندریاس رو منتشر کرد. ولی بعضی هستن روی اندروید 11 و 12 نمیخونه یا 13، هر فرقی نداره. این بازی میخونه نه، خب نصب میشن، ولی به محض این که وارد بازی میشن همون لحظه از بازی میپره بیرون، حتی نمیتونی بازی هم میره اونجا یه صفحه میشه فوری میپره بیرون. این مشکل چیه؟ من امروز اومدم این مشکل رو براتون برطرفش کنم و این مشکل برطرفش کنم براتون. حتما میام خودم روی گوشیم تستش کردم و برام آورده. خب بدونش معدلی بریم سراغ آموزش. Let's go. خب دوستان عزیزم، زمانی سراغ آموزشمون و بهتون بگم، بذار من نشون بدم که اندروید گوشی من چنده و روی 11 نمی اومد. حالا من نصبش کردم اومده، ولی نمیتونم حذفش کنم بازیشون که من مراحلشو بردم بالا، دیگه حذفش کنم نصبش کنم دیگه خیلی چیز میشه. وارد اون میشه و اندروید ورژن 11 است. برای که من بیرون ابتدا اون دیتا، خب اون بازی که شما نصب همون GTA سان آندریاس نصب کردید، فقط شما باید دیتای بازی رو داشته باشید دیگه. مثلا من میریم اول باید دیتا رو داشته باشید و اون GTA سان آندریاس همین دیگه، و همون GTA سان آندریاس که اون APK رو نصب کردید اون رو حذفش کنید و بهتون بگم یه APK دیگه نصب کنید. اون APK هم باید چیکار کنید؟ باید به متاسفانه اینترنت ندارم ولی این آموزش رو میگم. شما باید برید وارد گوگل کرومتون میشید، باید بنویسید دانلود GTA سان آندریاس، بنویسید دانلود پچ یا چیه بهش میگن، اونو میزنی پچ GTA سان آندریاس اندروید برای اندروید 11، هم میزنی اندروید 11 اولین گزینه میاد و رمز میخواد. اون رمزش هم میان زیار گیمه چی بهش میگن، اون سایت میرید همون رمزش رو کپی میکنید و اونو میاره براتون. حالا بهتون میگم. خب اول مثلا وارد زارچیور میشیم، اون فایلی که دانلود کرده بودید از قبل رو چه کارش میکنید؟ حالا نمیش کنید، این یه آموزش دیگه است که حالا بهتون میگم. خب بذار بگم بیا پیداش بگردیم. این دو تا فایله. خب این دو تا فایل اینجا دو تا فایل میبینید. این دو تا فایل چیه؟ این فایل نسخه 1.8 همون نوشته 1.8 چی بهش میگن، 1.8. من این روش نصب کردم نیومد بالا مثلا پرید بیرون، ولی اینو نصب باید بکنید. اینه که اینستال میکنید. حالا من نصبش کردم. وقتی که اینستال میکنید باید دیتای همون این دیتا، خب حالا دیتا از یه جای نصب کنید ولی این APK رو نصب نکنید. یه APK دیگه که گفتم چیز میکنید باید، ولی چیز می‌نویسه یه دونه عکس دیگه میاره براتون. مثلا این ایواله بخشش بچه‌ها مثلا می‌بینید کدوم گفتم یه عکس دیگه میاره. نگاه کنید نوشته GTA سا اندروید F فایل X زای گیم آر. این هست اینجا زار گیم آی آر چی بهش میگه، و اینجا باید اینو نصبش کن. بعد اینو باید چیکارش کنید؟ اینو باید استخراج به مکان فعلی بزنید و اون رمز این رمز چجوری بگم ZAR گیم آی آر اونو باید بزنید، فقط اون بزنید، اون رمزش میشه.
بچه من ویدیو کات کنم تا یک کاری دارم. خب بچه ها ببخش شرمنده همین 15 مگابایت همینم. خب اینم استخراج به مکان استخراج هم گفتن به مکان فعلی، استخراج به مکان فعلی میزنید و آها نگاه کنید این رمزو میخواد. رمزم چی بود؟ این کنسل بزنم. رمزش هم همین ZAR game IR. بعد که شد این نصب میکنید. نصبش هم کرده و ما نصبش کردیم، هم از قبل نصبش کردیم و وارد چیز میشیم. چی بهش گفتم؟ وارد همون دیتای بازه چی بود؟ این بود دیگه. این دیتا رو میزنید و روی استخراج میایم بیرون، اندروید OBB و اینجا سیوش میکنید که من از قبل کردم. و این دو ویدیو بود حتما میالا من میکردم. الان ما میریم داخل بازی و بهتون نشون بدم میاره. خب بفرمایید این بچه آورد قشنگ راحت و سوسکی آفلاین شروعش کنیم. این بخاطر اینکه صدا از میکروفون خارجی استفاده میکنم، خارج منظورم خارج از میکروفون. ویدیومون هم خیلی زیاد نشد ولی خب میدانم دیگه خیلی کار خیلی سختی نیست. من بفرمایید اینم خود چیزه فیلم کار میکنه. اینم انقدر. خب دوستان عزیز امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه کاری جدید این چنل ما رو دنبال کنید و این دکمه لایک رو بزنید و پس برای ویدیو جدید دیگه این کانال خدا نگهدار. Just look at your two cups. Toss over the game. From full steps to a whole nother